دلیل حادثه ترافیکی غزال عنایت در ترکیه فاش شد. آلت بد غزال عنایت که اصلا باورتان نخواهد شد در شفاخانه در استانبول. غزال عنایت چرا حادثه ترافیکی کرد و یا هم سوء قصد جانی به جان غزال عنایت؟ غزال عنایت با رجا رایش اکنون در چی رابطه‌ای بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوش صدای افغان است که وی شهرت و محبوبیت هنری خود را از زمان آغاز کارهای هنریش به دست آورد. غزال در سن نوجوانی و با شاگردی نزد استاد نظیر خارا علم هنر موسیقی را آموخت و توانست آهنگ‌های فراوان با این بزرگوار موسیقی افغانستان ثبت کند. غزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا به طور رسمی و مسلکی با سرودن آهنگ‌ها با قیس الفت آغاز کرد. غزال در آهنگ‌های غزل دست بالایی دارد. غزال عنایت نه تنها هنرمند خانواده‌اش است بلکه دو خواهر دیگرش هم برای هنر موسیقی پرداختند. غزال عنایت در کشور ترکیه زندگی می کند و در آنجا به کارهای هنری و تجاریش می پردازد. چند نمی شود تصاویر غزال عنایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا وی حادثه ترافیکی کرده است و در حالت بد در یکی از شفاخانه‌های در استانبول بستری است و به همین دلیل غزال عنایت دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. من آرزوی شفایاب شدن برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از غزال عنایت خواهیم بود. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.